ارائه مقالات و ترجمه ها به طور صوتی از گرایش مارکسیست های انقلابی افغانستان در آستانه 100مین سالگرد انقلاب اکتبر. استراب، نوشته لنین مندرج در پراودا. ولادیمیر ایلیخ لنین. مندرج در روزنامه پراودا شماره 44 مورخ 12 می یعنی 29 اپریل 1917. برگردان آرام نوبخت. پراودا در ارتباط با گزارش مبنی بر آن که تن چندی از وزرای سابق ریاست بانک های بزرگ را پذیرفتند پرسید: وزرای کنونی گوچوکوف، ترشچنکو و کونوالوف در چند بانک سهم دارند، یعنی در مقام مدیر، سهامدار و مالک واقعی. و افزود: رفقای ما کارمندان بانک، یعنی که البته باید در اسرع وقت اتحادیه خودشان را سازمان دهند، اطلاعات در این باره جمع‌آوری و در مطبوعات کارگری منتشر کنند. روزنامه اخبار بورس که همانطور که می‌دانیم قویاً طعم و مزه بانک ها را می‌دهد، احساس خطر کرده است و می‌نویسد: از رفقای کارمند بانک درخواست شده است که عملیات کارآگاهی سازمان دهند و با زیر رو کردن دخل‌های وزرای بورژوازی را بررسی کنند که چه مقدار پول نقد در دست آنهاست. بلشویک ها با همین گستاخی و بیشرمی مشغول زیر رو کردن معتقدات مردم نیز هستند. بعید نیست امین روزها پراودا به رفقا پیشنهاد دهد که دپارتمنت پلیس مخفی خودشان را دایر کنند. اتاق آن هم در امارت کشی سنس کای مهیا خواهد بود. چرا این آقایان روزنامه اخبار بورس چنین آشفته شدند؟ عملیات کارآگاهی چه ربط به موضوع دارد آقایان؟ ما مطلقاً هیچ مشکل نداریم که کارمندان بانک فهرست رؤسای همه احزاب را منتشر کنند. آقایان، چرا مردم نباید حق داشته باشند که بدانند که رؤسا و مالکین نهادهای مثل بانک ها کیستند؟ همان نهادهای قدرتمند که کل حیات اقتصادی کشور بدان وابسته است و در تصمیم گیری درباره موضوعات جنگ و صلح حرف آخر را میزنند. از چی می هراسید آقایان؟ پایان.